مراسم گشایش سال جدید آموزشی در هرات با حضور زنان و مردان برگزار شده است. اینجا مقام‌های محلی هرات تاکید می‌کنند که دروازه اج مکتب برای دانش آموزان مسدود نیست و اج موانع سر راهشان وجود ندارد. والی هرات هم تاکید می‌کند که در معارف مسئله تعهد و تخصص مهم است و باید این مسائل برای دانش آموزان تدریس شود. دو چیز از بخش معارف خود می‌خواهیم در سطح افغانستان: تخصص، تعهد. ما طفلی می‌خواهیم که او صنف 12 باشه، او خط یاد داشته باشه، قلم یاد داشته باشه، کامپیوتر یاد داشته باشه، انگلیسی یاد داشته باشه، آماده ای باشه و که دکتر بشه. مقصد ما ها تعلیم هستند. از تعلیم هیچ کس بند نیه. خوب حجاب شرعی بیایه، به لباس شرعی بیایه، تعلیم بکنه. از هیچ مدرسی، از هیچ مکتبی کسی بند نکرده امارت اسلامی. دختران و پسران دانش آموز از امروز با شوق و ذوق به صنف‌های درسیشان حاضر شدند. بانک وزارت معارف اطلاعیه داده است که فعلا دختران دوره‌های لیسه و متوسطه نمیتوانند به صنف‌هایشان حاضر شوند، اما در هرات این مسئله نیست و همه دانش آموزان مکتب میروند. من امروز احساس خیلی خوبه دارم، چون برای اولین بار بعد از مدت ها تونستم بیام به مکتب و استادا و دوستایی که چند وقت بود ندیده بودم برای اولین بار دیدم و این حس واقعا برای من خوشحال بود. امیدوارم تا آخر بگذارم که تمام سال درس سال تعلیمی خود خلاص کنیم، چون واقعا این 2 سال دیگه که یک به خاطر کرونا بود، یک دیگه به خاطر جنگ بود، ما مشکلات زیاده برای ما پیش آمد. از سوی دیگر شورای منتخب آموزگاران هرات میگوید کمبود کتاب درسی در این ولایت تا حدودی حل شده است و سال گذشته بیش از 7 میلیون کتاب به معارف هرات رسید. اما تنها دغدغه آنها کمبود آموزگار می باشد که نیاز است وزارت معارف در این قسمت توجه جدی داشته باشد. بحث معلم مشکل بسیار حادی است که فعلا ما با او مواجه هستیم. فعلا در ولایت هرات تنها ما 5000 معلم کمبود داریم که اگر عیانا شاگردای ما همگی به مکاتب حاضر باشند، کمبود 5000 معلم باعث توقف روند تدریس 250000 شاگرد خواهد شد. در هرات بیش از 800,000 دانش آموز وجود دارد و تقریباً 20,000 آموزگار مصروف آموزش و دختران و پسران هستند. مقام‌های محلی هرات تاکید می‌کنند که تلاش دارند تا زمینه سالم آموزشی را برای دختران و پسران آماده بسازند.